فیلم جدید امریکایی لطیفه عزیزی در سینمای هالیوود. لطیفه عزیزی چطور توانست در سینمای هالیوود را پیدا کند؟ آیا به واقعیت لطیفه عزیزی در این فیلم نقش غیر اخلاقی اجرا کرده است؟ ما در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهیم پرداخت، پس در ادامه با ما باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار بدید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. لطیفه عزیزی هنرمند جوان که اکنون مدل موفق و توانای افغان در کشور امریکا می باشد. لطیفه در سن 17 سالگی خواست هنرمند موفق و ناماشنای افغانستان شود. وی در برنامه رقابتی ستاره افغان تلویزیون طلوع اشتراک کرد و توانست در این پروسه رقابتی مقام سوم را از آن خود کند. لطیفه بعد از ختم پروسه ستاره افغان چندین آهنگ برای علاقمندانش نشر کرد. لطیفه عزیزی بعد از تغییر رژیم حاکم در افغانستان با یک برادرش به کشور امریکا انتقال داده شد و اکنون در شهر کالیفرنیای امریکا زندگی می کند. لطیفه عزیزی بعد از آن که به امریکا رفت راه هنر خوانندگی را ترک کرد و خواست مدل موفق و ناماشنا شود. لطیفه اکنون برای چندین برند لباس افغانی و خارجی در امریکا مدلینگ می کند. جدیداً لطیفه عزیزی خبرهایی در صفحات مجازیش نشر کرده است که در یک فیلم امریکایی نقش کوتاهی بازی کرده است، اما تاکنون لطیفه عزیزی بیان نکرده است نقش وی در این فیلم چی بوده است و شایعاتی که در صفحات مجازی نشر شده است گویا لطیفه عزیزی در این فیلم نقش غیر اخلاقی اجرا کرده است تمامش دروغ می باشد. ما هم آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای تمامی هنرمندان کشور خود داریم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیوهای ما را لایک نموده و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سلامتی شما آرزوی ماست. تا درودی دیگر، بدرود.